حیاتی. بعضی هم دنبال بهونه‌های واهی و بنی اسرائیلی میگردن تو بحث ازدواج نکردن. پسر نگاه میکنی سن و سالی ازش گذشته، نه پول داره، نه خونه داره، نه ماشین، نه کار، آس و باز تقریبا. بهش میگه چرا تا حالا ازدواج نکردی؟ میگه هنوز دم به تله ندادم. تو خودت تله‌ای، یکی گیر تو نیفته بدبختی رو زیرزی. یا همین بحثا که اخیراً مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی باب شده، صحبت از نیمه گم شده و عشق واقعی و 36 تا دوست دختر داره، میگن چرا ازدواج نمی‌کنی؟ میگه هنوز نیمه گم شده‌مو پیدا نکردم. مردی که تو نیمه گم شده دیگران هم احتکار کردی اونجا واسه خودت، نمی‌ذاری نفس بکشی. پسرای ایرانی اول شکست عشقی به دنیا میان، بعد نمه نمه دست و پا در میارن. پسره به خاطر دختره رگ دستشو زده بود، برده بودنش بیمارستان، عاشق پرستاره شده بود همونجا در جا. اینا مدام در حال عاشق شدنن، هی شکسته، هی عاشق می